آموزش امروزمون در مورد رنگ مابین فایلی هست. برای مشتری کنیم کار لایت انجام بدیم، اما زمینه موی مشتری در اثر رنگ زرد و نارنجی شده. 2 تا کار میتونیم انجام بدیم. روش اول این که بیایم مو رو کامل یک دست کنیم، تیره کنیم و بعد کار فایل پیچمون رو شروع کنیم. مزایا و معایبی داره. مزیتش چیه؟ این که کارمون دیگه کاملا تمیزه و زمینه مو کاملا یک دسته. اما عیبش چیه؟ عیبش اینه که وقتی ما میایم مو رو یک دست میکنیم قبل از کار دکولوره، انگار که ما اومدیم این پیگمنت های تیره رو وارد مو کردیم و حالا میخوایم با کار دکولوره دوباره این پیگمنت ها رو از مو خارج کنیم. اینجوری هم ممکنه که به مو آسیب بزنه و هم پایه خیلی خوبی نداشته باشیم. و اما روش دوم به این صورته که ما کار فایل پیچیمون رو تموم کنیم و 45 دقیقه قبل از اینکه به پای مورد نظر برسیم رنگ مابین فایلمون رو شروع میکنیم. حالا ترکیب رنگش چی هست؟ یه نکته مهم اینجاست که ترکیب رنگی که برای موی زده میشه که بر اثر رنگ زرد و نارنجی شده کاملا متفاوت با ترکیب رنگیه که میخوایم رنگ مابین فایلی برای مویی که قبلا دکولوره شده بزنیم. یعنی که شما هیچ وقت نه این ترکیب رنگا روی مویی بزنید که از قبل دکولوره شده. حالا ترکیب رنگش چی هست؟ ما میتونیم برای حجم متوسط رنگ مابین فایلی که میخوایم مثلا 100 میل استفاده کنیم 70 میل 5 میزنیم، با 30 میل 5 و حدود 5 میل رنگ انگوری یا قرمز. بعد از 45 دقیقه رنگ مابین فایل شسته میشه و بعد فایل ها باز میشه. بعد از شستشوی کامل میتونیم کار رنگسازیمون رو انجام بدیم. البته برای شستن رنگ مابین فایلی نکته های مهمی هست که تو پست‌های بعدی حتما بهتون آموزش میدم.